حسن حسین فیلمز تقدیم میکند. بهرام چیکار میکنیم؟ دیر شده است دا. هیچ غم نه. باز یگان ماشین میاد بعد میرویم. بین ماشین هم اومد. انا ماشین هم اومد. خیز دوستم رو. دلش رو یو. کوششون که ما هم همراهشون رویم. برادر است. برای چی استیدی؟ سلام برادر. والیک بر ما رو میبره تو بشه. ماشین ما ویران شده است. بریم بچه ها. بشینم بریم و خمیستم هم اینجا. تست دشین لوخ دل شده سه نمبینه. چی قپت پد داری زوکتا بگیر؟ رفته تست جزدون رو بیار. رو تست کن. برادر اگر تو نبودی در اینجا میموندن شب چی؟ افتاب رو بی نیمی روز شده. تست بده اینجا بیار.
سلام علیکم بچه خوب هستی سوز هستی شما هم با بیشه می روید واه چه خیلی منظره زیبا من این خیلی جا یکون برست میبینم آیستا جان در حقیقت اینجا افسانه‌ای بوده است بیا یک برابش گیرم باخا تو پاپا قابوش آباش تو بچه خوبی عزیزم این طرف بیا مالش انا اینجا بسیار موافقم همه هوپا هوپا من در کودکی هم توپ رو همین خیلی زیبا میزدم با تو میگفتم تو باور نمیکردی انا اکنون دیدی جونم چه خیلی توپ رو زدم دیدی این توپا تو زدی یا یگان حیوان تو من رو حیوان گفتی؟ چی نرس با من و دهونه نگاه کرده گبزم بسیار دستک نشم میدونم با تو چیکار کنم یک طرفی من میخوام پتسه نبو فامونو اصلا جون یک طرفی من میدونم که با این سگ بچه چیکار کنم یک برسه ای تو خودت رو کی میشماری ها؟ من با تو در شهر گپ میزنم من با تو در تمام جا گپ میزنم تو کی رو میترسونی ها؟ بیا بسر رو تماشای منظره را نرس با هر خیلی گپ خو اهمیت نده جونم با تو گفتم نرس نمیفهمی؟ توبه بیا رفتیم اینجا با تو محکوم میشود بین چه خیلی باد و هوای تازه راحت میکنی اگرم میتونم بودی من دهونو بینی و رو مشکستم من چرا به اینجا اومدم چرا کی مرا مجبور کرد که همراه همین حیوانو به اینجا بیایم چی کاری کردم بود جانم آرام شو گپای وای اهمیت نده همش نغز میشود ندیده وای مرا شرمنده کرد بس حسین آرام شو من چقدر آرام شوم تو فراموش کردی که ما 5 سال در یک جا همچون برادر و خواهر خوانده بودیم برای یک چیزی نادرکاران روزای گذشته رو فراموش خیلی چی یک جا خوندیم بعد بالای سرمون بر اومدن وای دوستم یک اندازه دوشکی ساخته جانم آرام شو بیا بهترش در اینجا گپهای خودمون رو زنیم ما اینجا استراحت کردن اومده برای جنگ و جنجال نکو آرام شو همش نغز می شود مایل شد دیر نواز کاری خطا کردی نباید حسین رو نرنجاندی چی؟ کاری خطا کردم؟ باید او رو نمیرنجاندم؟ تو مگر کر بودی؟ با گوشهای خودت شنیدی که او با من چی ها گفت؟ ای اوه تو میدونی که من تو رو چقدر دوست میدارم لیکن تو باشد وی رو دوست میداری میدونی از روزی که من با تو عاشق شدم تا امروز از تو نه مهر و وفا دیدم و نه دیگر و دیگر تو باشی با من خیانت تخمینه ای خدا تخمینه در کجا هستی بیا بس کنم این شوخی های بیمنیت را عزیزم ببخش مرا کمی عصبی شدم
تخمینه در کجای آخر تخمینه عزیزم مرا ببخش آخر من کمی خطا کردم عزیزم باورم نمیاد که از ضربه دینوازدگی توپ کفیده باشد خدایا غیر باز یک توپ میخرم کنی یک سیر رو گشت کنیم این طبیعت زیبا رو بیندن چه خیلی طبیعتی تاجیستان افتاب رو عموما یک طبیعت زیباست وای سرزدگی در شهر با من چی گپ داشته است من با وی نشان ندیدم با گپ‌های وی اهمیت نده بیا بهتر از در اینجا گپ‌های خودمون رو زنه در بالا این درخشیشتن میخواهی البته چرا نه زیبا یا داری در بالای درخت برای من یک شعر زیبا خوانده بودی میخوای همون شعر رو باز برایت خوانم؟ بله اگر خواهم غم دل با تو گویم جان من اگر جای شود پیدا تو را تنها نمی‌یابم اگر یابم تو را تنها و جای هم شود پیدا زی شادی دست پا گم میکنم خود را نمی‌یابم اصلا من هیچ گاه تو رو گم نمیکنم همیشه کوشش میکنم با من الان تیار شد؟ تیار شد کار سر کنم باز محصولات را میارم قدر زیبا این منظره رو بیند طبیعتم خیلی زیبا بوده است برادر از آمدن اینجا کس پشیمون نمیشه درست میگویی تاجیکستان هم زیبا هست خوب منوشی اینجا را بیننده خیلی آمد یک نوشه خدا را شکر تشکر نوشی جونه چرا رفتیم دوستان که یک سیر رو گشتیم دوستان دلم خواهدیر است کمتر برای چی؟ من فکر میکنم که در اینجا یکم دهشت رو میدهد دوستان نترس همش خوب میشود بچه ها هستن که همه در اینجا برای چی میترسی تو؟ احتیاط کردن نه دربان گفتن احتیاط نیمی حیات خدایا هلاک شدم مونده شدم خمینش روحم با دو میدیم دو 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 اینجا رو بینه چقدر زیبا oysta
بچه ها اینجا دم کش هست. بچه ها خدا جون این چی بوده؟ کنی اینجا پینهان شام. باخا این توی ها؟ باخا این تو؟ باخا بیا ما نمی شوخی های خونو کد چی ما اینجا شوخی کنی اومدیم؟ نبینی منظره رو تصویر میکنم. نماندی دارم. باخا بیزدار کردی. ما یک کارم رو کنم منظره تصویر کنم. باخا کودک نشو. رفت فوتبال بازیت رو کن. باخا این تویی؟ میدانم که تویی ها؟ شوخی نکن باخا. باخا در کجای تو باخا؟ باخا بچه های شماه اگر شما باشه این کارو نکنه برای بیرون. چرا این کارو میکنید ها؟ باخای صدای تو بود. تو خوب هستی یا که نه ها؟ باخا صدایت رو برار. من رو خواطر کردی باخا. من رو نترسون. تخمینه تخمینه کجا هستی؟ این دختر کجا شد؟
بچه ها در کجایید؟ بچه ها بچه ها بخا جون میدونی چی؟ بازی کی بود؟ این صدای بچه خودمون است. با فکرم بازی کرده استودم. تمام هم تیار شد. من رفته آب را بیارم. در کجا باشد این بکر آب؟ همه آب رو تمام کردم. این بکر خاله رو من روز میخواهم هرچی تیزتر با تو ازدواج کنم، چون که طاقت انتظاری ندارم. میفهمی؟ طاقت ندارم. چی شد اصلا؟ جانم با فکرم در اینجا کسی هست. نه در اینجا یگون کسی است. من هستم، تو هستی، بچه ها هستن. یگون کسی دیگر نیست. با فکرم کسی ما رو اینجا نگاه میکند. این صدای کی بود؟ با گمانم این صدای تخمینه بود. با وی چی رخ داده باشه؟ عزیزم تخمینه؟ 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 با تو چی شد؟ در کجایی؟ تخمینه؟
تخمینا این صدای تو بود. در کجایی؟ من رو میشنوی؟ تخمینا عزیزم کی تو رو به این روز آورده رسوند؟ من با پدر و مادری تو چی جا اومدیم؟ عزیزم نگاه کن پاکیتران خیلی با مزه آمدگی ها؟ از خوردنش سر نمیشوی. خودم تیار کردگی که خودم ها؟ این بچه کجا شدن؟ خوراک آماده شد رفته بین آنها کجا ده؟ تیز رفته بیو که خوراک خنک نشود بازم؟ ای دخشتنک چی باشد؟ بچه ها ما رو نشنوید دیل نبود ای بچه ها دلنواز علکای امور گریه اون حالای تو بفایده. چی؟ گریه من بیهوده است؟ او مرده است؟ چرا تو نمردی ها؟ مگر او را تو کشتی؟ دلنواز چرا او را کشتی؟ آروم شو. از وی مردن تو میمردی بهتر نبود برای من. دلنواز تو نمیفهمی در اینجا کسی هست او رو من نکشتم. در اینجا غیر من و تو کیست؟ من از کجا دونم؟ تو ما را به اینجا آوردی همه کچه من تو بود. نبود. خوراک من آماده شد و آنها نیستن پس میگویم که بمزه آمد چه خیلی آدمن. من یک رفته بینم نه شینه من خوش خودم میروم. رانندگی با خودو خستم.
تهمت نکن. تو کشتی او رو. توبه. تو ما رو به اینجا آوردی. همش نقشه تو بود. نمیفهمم. من پدر و مادری او چجا آمدی هم؟ آیا تو یک بار فکر کردی؟ آنا بین شریف بیگ می‌آید. خدا را شکر. بچه او منیجا مرده است. جسدش در کجاست؟ جسدش در پایون. منیجا مرده است؟ با گمانم همه مرده است. من این را در میدونستم. پایون یگون کس نیست. باور میکنی؟ همینجا اسمو یک رفته بینیم. تو خواتیر نشم مایلی. جان مرا در اینجا تنها نگذارید. من میترسم. التماس مرا با خود برید. عزیزم اونجا خطر من نکن. نمیستم در اینجا. من زود می آیم. نه ترسی. این طرف. پیشتر رو این طرف بیا. بچه ها شما کجا ده؟ یا کجا ده باشن؟ بچه ها ای بچه پیران بچه ها شما کجا ده؟ بچه ها اگر این شوخی باشد جای شوخیش نیست. بچه ها اوف سرم. این صدای چی؟ بچه ها جای شوخی نیست. ممکن باز شوخی. بچه ها کدامتون خود شوخی کردیست نه؟ کجا ده باشن؟ بچه ها شما کجایی؟
پیران پیران بچه ها مرا نترسونه داخل برای التماس نباشد تو براست؟ شما با چپ می شود مالش بهرام و تو براری کو؟ خیر در همین جا وا میخوره مالش همین جا وا میخوره این بچه ها کجا شده باشن؟ بچه ها شما کجایی؟ آواز دهین التماس کجایی؟ این راه کجا می رفته باشه؟ با این کجا روم؟ نمیدونم با این طرف با اون طرف بهتر با این طرف می روم شاید آنجا باشم بچه ها شما ما رو می شنوه؟ التماس آواز ده اگر من میدونستم که شما این قدر نغمه بازی میکنن من اینجا نمی اومدم التماس خیلی یک آواز براره این بازی اتان خوب نیست
این صدای چی بود؟ فرهاد بچه فرهاد در شده مولا فرهاد اگه جایی صدایت رو بلند کن اومدم با تو چی شد اومدم فرهاد دوستم خیز با تو چی شد خیز مرا پرتوفتره من نمیخوام که کجا نه من زخمی چی شد تو رو پرداخترم رفت با هم میمونم از آن که از دستی اول میمیرم از دست خود بیمونم کارو با من سرت دوستم کارو گفتم سرت دوستم یک طرف نه دوستم نرم دوستم نرم خیز دوستم خیز نه دوستم Guruksa! Guruksa! همش گذشت. ها جانم تو جانم خیلی تو خوب هستی؟ با تو زیان نرسی؟ نه نه ترس در بره دستم نه ترس خیریت تو خوبی گورس من با تو نیستم در اینجا گورس از بگویم گورس نه من راو التماس سرم که میموری سگو سرم کن گریخته دویدی از جایم خیز شریفه گورس تو شریفه